سلام، به صفحه یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام کالیگرافی روی سفال رو به شما آموزش بدم. اول از همه میایم روی سفال رو سنباده میکشین و با یه پارچه یکم نمدار تمیزش میکنین، خاکای اضافهش بره. این میتونه هم سفال باشه هم میتونه سرامیک باشه. میایم روش یه پرایمر میزنیم که بتونیم راحت رنگ روش بزنیم، یعنی رنگو زیاد نخوره. پرایمر رو که زدین وقتی خوش شد، من اینجا پرایمرم زدم، سنباده رو زدم، پرایمرم زدم، گذاشتم خوش شد. حالا یه رنگ توسی تیره درست کردم، میخوام به کل کارم بزنم. با یه قلم زمینه از رنگ برمیداریم و روی گلدونمون، میتونین روی کوزه هم انجام بدین، روی گلدون، هر طرحی که خیلی دوست داری روی اون اجرا بکنین. اگه دیدین توی یه دست کامل خوب رنگ نگرفت، میتونین دو دست اجرا بکنین، یعنی اول بذارین یه دست اول خشک بشه، بعدش میای دست بعدی رو میزنی. سعی کنین به یک سمت باشه، از بالا به پایین. خب این الان خشک شده. حالا میخوام به صورت پتینه از همین رنگی که زدم یه مقدار روشنش کردم، یه مقدار سفید داخلش زدم. حالا میخوام با یک کاغذهای پوستی یا یه دیگه مشنبا با اونا مچالش بکنیم. یه طرحی رو میگیره حالت چروک و اون رو میزنین توی رنگتون. توی پالتای یک بار مصرف هم میتونین بریزین رنگو و اینو بزنین بهش و زهر رنگو این سمتش بگیرین و آروم بزنین رو سطح کار. به این شکل. بازم برمیداریم زهر رنگ رو میگیریم، خیلی فشار ندیم، یه طرحی بیفته. میتونی اینو به این سمت اون ور این ور بکنی که یکسان نیفته. و این رو که زدیم ثبت میکنیم باز خشک بشه، دوباره این رو یه درجه دیگه، 2 درجه دیگه روشنش میکنیم، یعنی دوباره سفید بهش میزنیم. دوباره باز مثل همین کار میزنیم روی گلدون. این هم یه درجه روشنشه که زدم رو سطح کار به این شکل. اینجا هم میتونیم بزنیم داخلش. دور تا دورش رو کامل میپوشونیم. اینجور حالت پتینه ای میشه و میذاریم خشک بشه. بعدا با چسب ورق طلا مینویسیم. خب حالا با استفاده از چسب ورق طلا وستا یه مقدار چسب میریزیم. چون بیرنگ هست میخوام بهش مرکب ضد آب اعتدال بزنم
رنگ سفید انتخاب کردم. حالا هر رنگی دوست داشتین انتخاب کنین که مشخص بشه که کجای کار زدین. یه مقدار میریزیم و یه مقداری هم آب بهش اسپری کنین. هم میزنیم. که این رنگه تو خورد چسب بره. قلم رو به مایع ظرفشویی آغشته بکنین، یه مقداری به موهاش بزنین و با یه دستمال یه مقدار پاک کنین که این باعث میشه که چسبی که با چسب ورق‌طلا که میخواین بنویسین به قلمتون آسیبی نرسه، راحت پاک بشه بعدا. حالا چسب برمی‌داریم. میتونین بداهه یا شعر بنویسین. نیاز به تمرین و مهارت بالایی داره. روی ظروف سفالی یا سرامیکی نوشتن، چون یه جور حالت گردی داره، یه مقدار سخت میشه. یه حالت مهدب مانندی داره. سعی کنید چسب بیشتر بردارین که اون مخملی که میخوایم بهش برسیم کامل به همه جا بچسبه، همه اون جایی که با چسب نوشتیم. به همین شکل ادامه میدیم به نوشتن. میتونید شعر دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ اونها رو بنویسید، بسته به سلیقه خودتون. به این صورت من چسب نویسی رو انجام دادم. حالا میذاریم کامل خشک بشه، یه حدود شب تا صبح بمونه کامل خشک بشه و یه حالت نوچ مانندی داشته باشه. یعنی انگشت تو روش میزنی یه حالت چسبناکی اون مدلی داشته باشه. بعدا مخمل رو روش میریزیم. این چسبی که زدم خوش شده. حالا میبینی یه حالت نوچ این مدلی باید بشه و میایم از دو نوع مخمل میخوام استفاده کنم. این یکی سبز روشنه، این یکی سبز تیره و با استفاده از یه صافی این اول مخمل رو میریزین روی این صافیه به اندازه بریزین. یه مقدار از این و یه مقدارم از اون یکی میخوایم بریزین. به این شکل نگه میدارین، اصلا رو میز نذارین چون حالت چسبناک داره. به این شکل الک میکنین روش. بعضی جاهایی که میخواین سبز کم رنگه باشه اونجاها بریزین. حالا از سبز تیره میخوام استفاده بکنم، اونو میریزم توی الک. حالا این جایی که نزدم لابلاش
رنگ تیره رو میزنیم. حالا با دستتون فشار بدین که کامل بره تو خورده چسب. و حالا کجش میکنین، میبینید میریزه، اینجور بکوبین به میز. خب در نهایت به این شکل میشه. ببینید دو رنگ سبز رو اینجوری زدیم روی کارمون. سعی کنید دست و دلبازانه از مخمل بریزین روی کار و با دستتون کامل بزنین روش، فشارم بدین که بره تو خورده چسب. خب چطوره؟